بشه پیری سبزپوش است. بشازور سنگوار سرزمین است که در 4 فصل سال به ویژگی خویش دقت همگان را به خود جلب می‌نماید. برابر فرارسی فصل زمستان، کوه و دشت و دمن این سرزمین برفپوش گردیده منظره زیبای پیش نظر جلوه‌گر می‌گردد. تا آخرهای ماه فوریه در این موضع بهشتاسا زمستان حکم فرما است. برابر فرارسیدن فصل بهار، کوه و دمن سنگوار سبزپوش گردیده زراعت‌ها قد به بالا می‌کشند. بشازور سنگوار با شکفتن گل‌های و رستنی‌های طبیعی، به خصوص هالمان و پیاز انزور و ده‌ها گل‌های دیگر به خود رنگ و تراوت تازه گرفته، انسان از نکهت گل‌های بهاری یک دنیا لذت می‌بردارد. بشازور سنگوار دارای طبیعت است که با گل و گیاهای شفابخش، درختان زیبای آرایشی، حیوانات و نباتات نادر و پرندگان زیبای و خوش‌الهام دل هر شخص را تسخیر می‌نماید. به همین خاطر در شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمان پرورشگاه‌ها ارزی وجود داشته، کارمندان آنها با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست تلاش می‌نمایند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه سنگوار سال 1931 تشکیل شده. در بلندش 107,000 هکتار زمین دارد. از این 50,161 هکتار زمین‌های فوند آزاد جنگل میباشند که در زمینش در آنجا درختان نادر از آن جمله ارچه زرافشانی، بریوز و گیاهای شفابخش همچون زلطای کورن، زیلال، خوش و دیگر سامی باشند. در اساس شرحنامه اگنتی خواجگی جنگل برای بنیاد و برقرار کردن جنگل 10 هکتار بنیاد باغ‌های چهارمغز و زلال و خوش و برقرار کردن جنگل باشد و مقدار 30 هکتار و این چنین حیوانات‌های نادر میباشند که از جمله ببر برفین، بز سیبری و غیره ها. این چنین در خواجگی جنگل ما هر سال در اساس شرحنامه و چوپان‌ها برای چراگاه موسمی و دیگر مانند این کارها را به انجام میرسانیم. قابل ذکر است که حدود خواجگی جنگل ناحیه سنگوار از 107,477 هکتار عبارت بوده. از آن 50,167 هکتار فوند آزادی جنگل بوده. در جمهوری تاجیکستان یکی از موضع‌های کلانترین جنگل پوش به حساب می رود که در آن 35 نفر ساکنان ناحیه فعالیت دارند. آنها منتظم پی آن تلاش می نمایند که این گوشه زیبا منظری تاجیکستان باز هم غنی گردیده به خود حسن و تراوت نو گیرد. در نزد خواجگی جنگل نام برده پرورشگاه سنگوار عمل می نماید که برای محافظت حیوانات و رستنی های نادر فعالیت دارد. عالم نباتات خواجگی جنگل سنگوار خیلی بای و رنگین بوده. در آن قریب تمام نمود رستنی ها می رویند. خصوصیت خاص این منطقه در آن است که در این موضع پیاز انزور بیشتر نشأ و نما یافته مکان خوب برای ساحه زنبور پروری به حساب می رود. عسل ناحیه سنگوار با لذت و خصوصیت شفابخشیش از دیگر منطقه های جمهوری فرق می نماید. متخصصان بلندی موضع سنگوار را 1800-3100 متر از سطح بر نشان می دهند. در این منطقه برابر موجود بودن جنگلزار، این چونین چهارمغز و یخمالک، زلال و نسترن، آلوچه یابایی، زردآلوی یابایی، سیب یابایی و ناک یابایی، بادام و دیگر نمودهای بوته و درختان خیلی خوب افزایش یافته. میوه‌های از جهت اکولوژی تازه به بار می‌آورند. در بلندی 1200-2400 متر از سطح بحر ارچه و سفیددار، یاسین و اکاسیا و درختان دیگر قد به بالا کشیده این منظره کوهستان را باز هم جذابتر می نماید. باید گفت که سنگوار که با طبیعت زیبای و ناتکرارش مشهور می باشد، منطقه را پیدا کردن مشکل است که به این گوشه دیار شباهت داشته باشد. سمت‌های اساسی فعالیت خواجگی جنگل ناحیه سنگوار بیش از همه نظارت عاید به رعایت و معیارهای چراگاه در اکوسیستم‌ها عبارت است. در این موضع رودخانه و دریاها و شرشره‌های زیبای و مفتون کننده نمی‌تواند از نقطه نظر هر یک بیننده در کنار ماند.
باد و هوای فوران و به آلایش بهر فراغت انسان بسا گواراست. در خوجگی جنگل سنگوار زیاده از 100 نمود بوته و درختان میوه‌دهنده، آرایشی و سایه‌افکن موجود است که بهر تازگی محیط زیست نقشی بارز دارند. مسئولین و کارمندان خوجگی جنگل سنگوار کارهای برقرارکنی جنگل را به راه مانده بهر سبزپوش نمودن زمین‌های خالی سعی و تلاش می‌نمایند. در نزد خوجگی نام برده نهالخانه مخصوص عمل می‌نماید که در آن نهال‌های سیب و ناک، آلیچه و زردآلوی یابایی، نسترن و زلال و دیگر درختان و بوته‌ها پرورش می‌یابد برای آبادی جنگل استفاده می‌برند. غیر از عالم بای و زیبای نباتات در خوجگی جنگل سنگوار بز کوهی سیبیری ارزی وجود دارد. این نمود بز در دیگر منطقه‌های کشور احیان به نظر می‌رسد. عالم حیوانات خوجگی جنگل سنگوار خیلی بای و غنی است. هدف اساسی مسئولین خوجگی جنگل نه تنها از حفظ عالم نباتات، اینچنین زیاد نمودن سرشمار بز کوهی سیبیری عبارت میباشد. سالهای 60 عصر گذشته سرشمار بز کوهی سیبیری در مملکت خیلی زیاد بود. شکار غیر قانونی قاچاقچیان، بریدن درختان، از خود کردن جنگلزار به کاهش یافتن سرشمار این نمود حیوان تأثیر منفی رساند. متخصصان این ساحه وابسته به این حالت به خلاصه آمدند که شکار را به مدت 10 سال منع نمایند. پس از این قرار سرشمار بزهای سیبیری زیاد گردیده باشد هم، لیکن این طلبات کارمندان خوجگی جنگل را قانع گردانیده نمیتواند. غیر از بز کوهی سیبیری و گوسفند کوهی در این منطقه پلنگ برفی، سیلاوسین، کبک، تزرف، عقاب، شاهین و دیگر نمودهای حیوانات و پرندگان خیلی زیادند که در کتاب سرخ شامل می باشند. طبیعت چون عامل بزرگ هستی حیات در تمام دور و زمانها به دستگیری ما آدمان نیاز دارد. ما نیز چون انسان زنده به هستی های موجودات زنده آزادانه عمر به سر برده نمیتوانیم. از این لحاظ حکومت کشور دایر به حفظ و نگهداری ثروت‌ها، ذخیره‌ها و طبیعت بهشت‌آسا یک قطار سند و معیارهای حقوقی قبول کرده است که برای نگهداری و استفاده بردن آنها خیلی مهم می باشد. اینچنین سیاست دولتی در این ساحه مجموعه تدبیرهای حقوقی، اقتصادی، تشکیل معرفت فرهنگی، اطلاعاتی، اجتماعی، اینفراستراکچوری و دیگر تدبیرهای تأثیررسانی دولتی که برای حفظ و استفاده عاقلانه ثمره‌ناکی ذخیره‌های آب، زمین، ثروت‌های زیرزمینی، فضایی، عالم نباتات و حیوانات و دیگر ذخیره‌های طبیعی برای منفعت مردم، تأمین حقوقی برای محیط زیست سالم و مساعد نگرانیده شده است. در جامعه امروزه متاسفانه نفران یافت می‌شوند که نسبت منبع‌های طبیعت به اعتنایی ظاهر می‌کنند. آب دریا و چشمه‌ها را افلاس می‌گردانند، درختان را ریشه‌کن نموده گل و گیاه‌ها را پایمال می‌کنند، پرتاب‌ها را در جای‌های جمعیتی پرتافته هوای محیط را وزنین می‌گردانند. با دود سوزشواری‌های غلیظ هوای گرد و اطراف را افلاس می‌گردانند. حیوانات‌های وحشی را که در جنگلزارها عمر به سر می‌برند، نسل آنها را کم می‌نمایند. حفظ و نگاهبینی بیش‌هزار وظیفه هر یک فرد عاقل و وطن‌دوست به حساب می‌رود. انسانیت در کدام حالتی که نباشد، در کجایی که زندگی کند، چی خرد و بزرگ به طبیعت و هستی‌های آن نیاز دارد. خلاصه طبیعت چون عامل بزرگ هستی حیات در تمام دور و زمانها به دستگیری ما آدمان نیاز دارد. ما نیز چون مخلوقات زنده به هستی‌های آن آزادانه عمر به سر بردن نمی‌توانیم. کشور عزیزمان تاجیکستان بسیار طبیعت بزرگ و نادر دارد که برای وصفش کتاب‌ها لازم می‌آید.
طبیعت اطراف را به چتری سایه‌افکن بزرگ میتوان تشبیه داد که انسانیت را از گرما و بارشات زیاد امین می‌دارد. از بیماری‌ها دور می‌سازد و در پناه گل و گیاه و درختان سربلندش می‌پرورد. چنانه که موسیقی شناس مشهور بیتخوان گفته بود: تماشای یک درخت سبز برای من یک جهان الهام تازه می‌بخشد و یک درخت سبز برای من مثل انسان عزیز است.